درود بر شما دوستان عزیز. مبین هستم از کانال موبین دویچ. در خدمتتون هستم با آموزش زبان آلمانی از سطح مقدماتی فورشتوفه، سطح A1 تا سطح‌های بالاتر. درس امروز درس اول، لکسیون 1 das deutsche Alphabet، الفبای شیرین زبان آلمانی. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. اینا هم حروف املات دار هستند که صدای ا، او و یو میدن. این هم دوپل اس هستش. خب بریم یه ذره ریستر الفبا رو یک بار دیگه مرور کنیم. گفتیم این آ ب، این سه هستش. اینو نگید سه، یا سه هم درسته ولی سه. خب د ا اف گ ها ای اینجا خیلی مهمه. یوت، اینا حواستون باشه، این صدای یه میده. یوت. کا ال ام ان او پ کو، این کو هستش، نگید کیو. این هم ار هستش. اس ت او ف، این فا یا فا یا همون اف هم میشه گفت. این صدای و میده. ایکس، یپسیلون و زد. نگید زد، es ist falsch. نگید زد. بله، این بود الفبای آلمانی. تا لکسیون بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. چوس.